احصائیات گرفتن یعنی ببینید که در کدام کشور خودکشی زیاد است. در کشورهای کفر اونایی که مسلمان هستند در اونها بسیار است. اگرچه پولدار هستند سببش این که مردم از کمبودی دست به خودکشی نمیزنند، مردم از نداشتن ایمان و معلومات کافی دینی. Assalomu alaykum. و علیکم السلام. Yakun savol ustod, همین حکمی شخصی که خودکشی میکند در اسلام در همین باره کمتر معلومات میدادید استاد. بعد خیلی دوم سوالش کمتر بعداً باز میگم. میکروفونتون کشته منتظر شوید جواب. آیدی خودکشی ما برآمدها داریم در جمعه های هم مخصوصا چندین جمعه ها هست. از سبب بسیار بودن خودکشی در کشور ما بسیار جمعه ها برآمد کردگی هست. خودکشی بنابر تحقیقات علما 51%ش یعنی اکثرش سببهاش نامعلوم است. سبب خودکشی همین آدم نامعلوم باقی میماند. 49%ش معلوم میشود که مثلا مادرش یا پدرش برای قید کردن دین رجدینش اجازت ندادید. دخترچه میبیاد میگوید که من همسنفامو تکلیف میکنم و دین رجدینی ما قید میکنیم. پدر و مادر راضی نمیشد، میگیرد خودش آب میزد، خودش به دار میکشد، یعنی در همون خانهش. یا یک آدم میبینید که قرضدارا سحر کدی بامداد کدی خانهش با آمدیان، اونا یک علاج کرده جواب گفته سو، بعد رفته سو خودش به سیم دار کشیده است، یعنی سببش معلوم است. یا دختر میگیرن به غیر دوست داشته شوهر میتیان، میگوید من این آدمی که دوست نمیدارم قطعی این زندگی کردن مردنم به خودش دار میکشه. همین گونه این خیلی حادثه ها بسیار است. سببش اگر معلوم باشد میفهمیم که همین آدم خودش کشته است. این البته دلالت به ضعیفی ایمان میکند. برای آنکه با خودکشی از همین بلایی که به سرتان آمد، ناخوشی که به سرتان آمد راهی نجات نیست. خودکشی برعکس، برای آنکه کسی که خودش را میکشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که وای تا روز قیامت خودش کشته میگیرد. کسی خودش آتش زده است، نعوذ بالله بعضی زنها بنزین به بالاشون میریختن سوزشواری و خودشون آتش میزدن. در تاجیکستان هم بسیار شده است. این بسیار نوع سختش است، چون که با آتش عذاب دادن مخلوقات، خاصتا نفسی که در بین خودتون هست، این ظلم است. و علما قرار کردند که خودکشی گناهش عظیمتر است از بیگانه کش. آن آدمی که مؤمن را به قتل میرساند، الله تعالی 5 جزای وزین وعده کرد. در سوره نساء الله سبحانه و تعالی که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه واعد له عذابا عظیما. آن آدمی که مؤمنی را به قتل میرساند یا مسلمان به قتل میرساند، فجزاؤه جهنم، قصداً اگر به قتل رساند، اگر ماشین زده ناخواست کشت یا شکار رفت و آهو را میکشم گفته انسان کشتون، دیگر مسئله هست و قتل خطا است و جزاش دیگر خیلی جزاش سبکتر است. اما این آدمی که قصداً با نیتی کشتن میکشد، فجزاؤه جهنم، جزاش جهنم است، خالدا فیها، در آن طولانی میایستد. اگر خودش مسلمان باشد و کشتن حلال نداند، اگر کشتن حلال داند ابدی میایستد، چون که وی کافر شد. برای حلال شماریدنی خونی که ریزانیدنش حرام است. خون مومن را ریزانیدن حرام است مگر هم با حقش یعنی قاضی حکم میکند که حکم این آدم قتل است، چون که فلان فلان جنایت هایی که شریعت برای و حکم قتل دوست همون جنایت مرتکب شده است، بعد از آن خونش حلال میشد با امر قاضی. اما ریزانیدن خون مسلمان حرام است، جزاش جهنم است، طولانی در جهنم میایستد. و غضب الله علیه، الله با غضب میکند. و لعنه، بر ضمن این که الله غضب کرده با لعنت میکند.
یعنی از رحمتش دور میکند و اعد له عذابا عظیما، برای او عذاب عظیم آماده میکند. و عظیم الله تعالی واقعا عظیم است. الله تعالی هرچی عظیم نمیگه، الله تعالی خودش عظیم است، خودش بزرگ است. وقتی که بزرگ گفت، بزرگ الله تعالی بزرگ است. یه آدمی کمبغل قرض کلان دارم میگه، کلانش $100 است. یا آدمی دیگه قرض کلان دارم میگه $1000 است. یا میلیاردر میگه که قرض کلان دارم میگه، واقعا قرضش میلیارد بود است. یعنی بزرگ است. الله تعالی که بزرگ است، گفت که برای این خیل آدم الله عذاب بزرگ آماده میکنه. یعنی عذاب تیار نیست برای این خیل آدم، مخصوصا برای آدم کش، مومن کش، کسی که مومن را به قتل میرساند. الله تعالی چی باشد حال آنهایی که یک مومن نه، هزارها مومن ها را به قتل رساند. وای بر حالشون. برای آنها الله خودش عذاب عظیم آماده میکنه. بسیار جزای وزنین است. 5 جزا در یک آیت برای آن آدمی که مومن را به قتل میرساند. خون مومن بسیار قیمت است. خون مومن بسیار در نزد الله تعالی عظیم است. و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. در سوره نور از خونش دیده آبروش الله تعالی میگه که تحسبونه هینا، شما آبروی مسلمان ریزانیدن میده میپندارید، و هو عند الله عظیم، و در نزد الله تعالی عظیم است. آبروی مومن مانند خونش است. خلاصه کسی که خودش را به قتل رساند، عیناً همون گناه، همین 5 گناهی که آمد برای مومن کش، آدمی که مسلمان را به قتل رسانده، همین به خودش تطبیق میشد و بلندتر برای آن که این آدمی که برای خودش رحم نکرد، برای دیگرها با بیرحمتر میشه. بنابراین کدام آدمی که خودکشی میکند و همون از جمله 49% آدمایی که سبب خودکشیش معلوم است، این دلالت به بیدینی آنها میکنه. بنابراین احصائیات نشان میدهد که در دولت‌های ترقی کرده و در دولت‌های پیشرفته خودکشی زیادتر است نسبت دولت‌های کمبغل. سببش این که مردم از کمبغلی دست به خودکشی نمیزنند. مردم از نداشتن ایمان و معلومات کافی دینی، مثلا در قزاقستان که از تاجیکستان چندین مراتبه از نگاه زمینش هم خریده، 2 میلیون کیلومتر کوادراتی از تاجیکستان 143 141 شده است. یعنی کم است. قریب 20 برابر از تاجیکستان کلان از قزاقستان. و مال و ملکش هم زیاد است. مرتبه سطح علمیش هم بلند است. ترقیاتش هم پیشتر است. همه جهت از تاجیکستان پیش است. لیکن از نگاه دینداری از تاجیکستان پایان‌تر می‌ایستد. بنابراین خودکشی در آنها زیادتر است نسبت به تاجیکستان. من مثال دور نگیریم، اروپا نرویم. همین نزدیکی‌های خود ما کدام منطقه‌ای که دینداریش زیاد هست، در آنجا خودکشی نسبتی کشورهایی که دینداریش کم است، سطح دینیش اونجا، یعنی که کدام کشوری که سطح دینیش پس است، خودکشی در آنجا زیاد است. احصائیات گیرید خوانید، یعنی ببینید که در کدام کشور خودکشی زیاد است. در کشورهای کفر، آنهایی که مسلمان هستند، در آنها بسیارتر است، اگرچه پولدار هستند. بنابراین این ضعف، حتی اگر میلیون قرضدار باشیدم یا هرچی به سرتان بیاید هم، خودکشی حرام است. خودتان را به قتل نرسانید. بگذار شما را دیگه ها به قتل رسانند، در این حالت شهید میشید، یکی شما خودتون را به قتل نرسانید. اما اون 51% که گفتیم سببهاش نامعلوم است، غالب اینها جنها اینها را به قتل رسانیدگی است. این بندگان الله تعالی یا ندانسته به جنها ضرر رسانیدگی است. مثلا وقتی که آب جوشیدگی را وقتی میپرتایید، پیش از پرتافتن باید بسم الله گویید، تا اینکه در اونجا اگر یگان جن باشد یا جن کودکا باشد، وقتی بسم الله گویید میگریزد اونها، بعد میپرتایید.
پیش از آن که یک چیز میبرید بسم الله گویید. باید دیروز گفتیم که یک آدم سوال داد که پیش از اتحیات بسم الله میگفت است، پیش از صلوات بسم الله میگفت است. نگو گوییم در زیر شرح یک آدم نوشته است که شریعت در همه جا بسم الله گفتن مشروع کردگی کو. بله در کارهای بیرون از نماز، بیرون از عبادت بسم الله گفتن ترغیب آمده است که هر یک کاری که بدون بسم الله شروع میشد اون کار دنبوریده است. حدیث اگرچه مثلا اسنادش مقال داره ولی مجموع روایتش امریکاش قوت میده. پیش از ابتدای هر یک کار باید بسم الله گفتن در کار. حتی لباس کشیدن هم، پوشیدن هم، در آمدن به خانه، در آمدن به مسجد، نزدیک شدن به اهل، در همه اینها بسم الله آمدگی هست. اون بسم الله الرحمن الرحیم که ما گفتیم که پیش از اتحیات من است، پیش از صلوات من است، آخر اون وارد نشده است. از به خودتون در نمازی که پیغمبر صلی الله علیه و آله صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز گذارید خیلی که مرا دیدید که من نماز گذاشتم. اضافه کردن و کم کردن درست نیست. همین خیلی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز گذاشتن همون گونه باید خونه نکن. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم یگان مراتب پیش از اتحیات بسم الله الرحمن الرحیم نگفتیان، پیش از صلوات بسم الله الرحمن الرحیم نگفتیان. فقط بسم الله در ابتدای رکعت اول بعد ثنا خواندن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه در اونجا میگفتن و در ابتداهای سوره فاتحه پنهانی میگفتن. اگر مثلا نماز جهریه باشد بامداد باشد بسم الله الرحمن الرحیم خفیه میگفتن یعنی پنهانی. بعد الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین شروع میکردن قرائت. همین گونه ولا ضالین اگر رفت و سوره نوبتی رو از ابتدایش خواندنی باشند مانند سوره بقره یا سوره اخلاص از ابتدایش خواندنی باشند بله بسم الله الرحمن الرحیم پنهانی میگفتن. و بعد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دوامش قرائت میکرد. اما جایی که بسم الله وارد نشده است از پیش خودتون وارد نمیکنید. اما در بیرون نماز در معامله ها بله پول شمردن سر کردید بسم الله گفته شمردید. هر کاری که میکنید بسم الله گویید. از جمله وقتی که مثلا یگان کاری آتش در میگرانید یا آب جوش میپرتاید یا یگان احتمالی که همیجا جین ها هست وقتی که بسم الله میگوید اونها میگریزن. وقتی که گریختن شما ضرر نمیرسونید. مثلا بعضی جین ها یک آدم کشتنی شدن در گرد و اطرافش با ملاها رقیه خانه ها گفتن که نکش آخر گفت که این بچی من کشتگی است با ماشین زده کشته است. یعنی آدم جین رو نمیبیند ندانسته کشتگی هست ولی جین ها غالبا یعنی عذر نمیفهمند. یعنی ندانسته کشتگی باشدم قصاص میگیریم و کشتن اون برادری پاکستانی بود. یعنی و کشتن جین ها غالبا با آویختن میشد یعنی اون به دار میکشن. بنابراین میبینید که یک آدم زندگی خوب داشت مشکلی نداشت لیکن میبینید که خودشو به دار آویخته. با یگان آدم مشکلی نداشت یگان مشکلی نداشت سببش نامعلوم. همین رو میگویند که آواز پس میگن. برای چی؟ این رو میگن که سببش نامعلوم است یعنی جین به قتل رسانیدگی هست. سبب‌های به قتل رسانیدن جین ها گوناگون است. یعنی احتمال است که شما عذاب دادید، احتمال است که شما کشتید یا فرزندش کشتید یا همسرش کشتید برای قصاص آمده است یا برای دیگر چیز. خلاصه آن آدم هایی که سبب قتلش نامعلوم است و یه جین کشته است لیکن ظاهرش وقتی که میبینیم که آدم خودش به قتل رسانیده است اینها بله اینها در پیشگاه الله سبحانه و تعالی البته الله تعالی از حقیقت کارها باخبر است. الله تعالی کسی را بدون گناه جزا نمیدهد. اگر رفت و این کشته شده باشد از جانب جین لیکن در نظری ما که آدم هستیم نمیدانیم که ما جین ها را نمیبینیم. جین ها حقی به ما در صورت اصلی
خودشون نشان دادن ندارند، چون این انسان طاقت کرده نمیتواند. اونا به شکل حیوان، به شکل آدم، به شکل مثلا یگان پرنده یا ما یا کژدم یا همه چیزا میبیاین یا عموما آدم نمیبینن به شکلی چی آمد. بنابراین الله تعالی خودش میدونه، لیکن ما ظاهرا برای او جنازه نمیخوانیم. یعنی کی جنازه نمیخواند؟ اگر او در حالت مؤمن مسلمان باشد در دنیا لیکن خودکشی کند، مردم عامه نماز خواندنش ممکن است. یعنی حاضر امام ها خوانن هیچ گپ ندارد. یعنی و یک آدمی باید نخواند که در نزد مردم بی‌نهایت آبروی اعتباری بلند دارد. جنازه نخواندن او درس عبرت میشد برای دیگرها. یعنی که تاثیر دارد. اوه فلانی و فلانی جنازه نخواند، گفته مردم از این روزا سبب حذر کنانیدن مردم میشد. اون جنازه نخوانیدن فلانی فایده آورد. در این حالت برای مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله نمیخواندن. مانند پیامبر صلی الله علیه و شخصی که به حلال و پاک و به علم و امانت معروف شده باشد و نخواندن او یعنی یه درس عبرت برای دیگرها شود، در این حالت او باید نخواند. اما آدم‌های عادی جنازه خواندن باکی ندارد. به هر حال مادامی که مسلمان هست و خودکشی کرده است، خودکشی یکی از گناه کبیره است. مادامی که اگر وی حلال نشماریدگی باشد، خودکشی حلال نگفته باشد، لیکن با وجود حرام بودنش من همین کردم گوید، وی مسلمان باقی میماند، چون که گناه کبیره کتی یک انسان از دایره اسلام بیرون نمی براید و حکمش روز قیامت به احکم الحاکمین است، حاکم ترین حاکم ها. بله.